اول کی میخوره؟ با هم من وسط تو چپ و راست. خب سلام بچه ها، من به شیرین گفته بودم که یکی از پر ویو ترین و پر بازدیدترین اگه کدو خریدی فقط این دسر رو باهاش درست کن. این دسر واقعا لذیذ و خوشمزه است، یعنی از 1000 تا باقلوا و شیرینی خفن تره. من یک کدو تقریبا کوچیک رو با چاقو حلقه حلقه میکنم، تخمه وسطش رو میگیرم، پوستش رو میکنم، حالا یه تیکه کره میندازم توی مایتابه رژیمی و تیکه های کدو رو میچینم داخل مایتابهش رو میبندم، اصلا آب نمیریزم، یه نیم ساعتی با شعله کم بپزم. توی کدوها شیره انگور، زعفرون فراوون، پودر هل و اگه دوست داشتی یه کوچولو گلاب میز. دوباره درش رو میذارم یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای بپزه، سرخ بشه و تمام. من با یه اسکوپ بستنی وانیلی، سوسی که تای مایتابه مونده بود، پودر گردو، پودر هل و یه 2 تا دونه نعنا تزیینش کردم.